شیریخ بستنی سنتی افغانستان است که به این نام مشهور شده. شیریخ تقریباً در همه استانهای افغانستان به روش سنتی یا صنعتی تهیه می شود و تقریباً می توان گفت شیریخ هر منطقه‌ای در این کشور طعم خاص خود را دارد. نمک بده. شیر و شکر و گلاب و هیل همراه میکس بود. یعنی اینا رو میکس میکنه. بعد خواسته باشیم با دستگاه میریزیم، خواسته باشیم به زینجا چین. این یک چیز قدیمیه، بیش از 100 سال سابقه از اینه. یخ نمک به خاطر سردی شیریخه، چون شیریخ خود نمک یخ استقامت بیشتر میکنه و شیریخ سفته. با این واسطه که نمک استفاده میشه به دوره. این چرخ میدیم به حالت تا این خوب سفت بشه. مردم افغانستان از جمله اینجا در شهر هرات علاقه خاصی به شیریخ دارند. شیریخ فروشی نه تنها به هرات بلکه در تمام ولایت‌های افغانستان هست. یکی از علاقه‌مندی‌هایی که دارن برای تفریح هم که شدن میان شیریخ میخورن. مدت 6 سال میشه از این شیریخ وطنی هراتی دور بودم و همیشه دوست داشتم که باز دوباره که برگشتم به هرات عزیز اولین بار بیام همین شیریخ اینجا بخورم. شیریخ که هست دیگه رسم مردم هراته، از تمام ولایت‌ها که میام اینجا شیریخ میخورم. کار کاسبی شیریخ فروشی ها آنچنان رونق دارد که از جمله در این شیریخ فروشی حدود 40 نفر در 2 شیفت مشغول به کارند و حتی برخی شیریخ فروشی ها واحد گاوداری مخصوص برای تولید شیر دارند. جاله قدیمی و همین شیریخ ما خیلی قدیم، بیش از 100 ساله. یک قاشق سرشیر ما شیریخ مخصوص آماده.